روسیه جسد یک شهروند دیگر زندانی تاجیکستانی را به نزدیکانش داده است. به قول پیوندان بلبل دولتشویف 44 ساله از ناحیه دوسی ولایت ختلون با گناه قاچاق مواد مخدر در سال 2007 در زندان سنت پترزبورگ بود، اما در اوکراین کشته شد. نمایندگان حکومت در ناحیه دوستی روز 11 ینور خبر مرگ دولتشویف را تصدیق کردند ولی جزئیات ندادند. یکی از نزدیکانش گفت به اطلاع جانب روسیه بلبل دولتشویف روز 19 اکتبر سال 2022 از زندان به میدان جنگ در اوکراین رفته است. معلوم نیست که چگونه. ایرج دولتشویف برادر بلبل دولتشویف روز 12 ینور به رادیوی آزادی گفت مقامات روسیه سبب رسمی مرگ او را تیر در سینه و خونروی زیاد نامیدند. برای اعضای خانواده دولتشویف روشن نیست که او در چه شرایط به جنگ اوکراین برده شده است. قبلا ایوگنی پریگوژن از صاحبکاران نزدیک به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برای عوض شرکت در جنگ به مبعوثان وعده داده بود که آنها عفو کرده می شوند. در ماه دکبر سال 2022 در ولایت ختلون جسد 2 نفری را دفن کردند که به قول پیوندان و دوستانشان در روسیه زندانی بودند، اما ناگهان در اوکراین پیدا و هنگام درگیری کشته شدند. جسد بابا عزیز تویدیف 22 ساله را روز 12 دکبر از روسیه به تاجیکستان آورده در زادگاهش نویه یوون به خاک سپردند. جسد منوچهر شادوف 28 ساله را در نویه کوشانیان گرانیدند.